چند سالی هستش که من تاجیکستان نبودم. آهنگای جدیدی دارم که فکر میکنم خیلی دوستان دوست دارن اجرای زنده‌شو از ما ببینن، مثل آهنگ آی عشقم یا آهنگای همین داری داری که توی برنامه شما بود. اینا خیلی این آهنگا رو اصلا اجرا نداشتیم قبلا در تاجیکستان. آهنگای قدیمی هم که از قرارمون یادت نره، بنویس، فقط به خاطر تو عزیز دلمی، چشمان سیاه، اینا هم که جزو فیوریت های مخاطبین من هست، اونا رو هم حتما اجرا خواهیم کرد. چند تا آهنگ از آلبوم جدیدم هم که تازه دیروز اومده به بازارم برای معرفی به شنوندگان اجرا خواهیم کرد. ارکستر خوبه، خیلی کامپلیتی هم آوردم با خودم، دوست دارم که بتونیم بهترین کیفیت رو به مخاطبینمون ارائه بدیم. و واقعا هم با سپاسگزار از تمام عزیزانی که این برنامه رو ترتیب دادن. بهترین درخت لحظه‌ای که ترانه یادداری رو این لحظه گفتید، دوستی من میگفت چگونه من دوست می‌دارم سرنده منصور رو میگفتم برای چی میگه تحت این ترانه هر هفته عاشق میشم. درخت گفتن ممکن است که دوستان عزیز یک کنسرتی نو تکرار بهترین برگزار میگردد با اشتراک سرنده خوشحال منصور و سوالی نوبتی رو میخوام با شما بگم. برای تهیه یک برنامه کنسرتی چند قدر وقت لازم است؟ یعنی که مثلا آمادگی به کنسرت میدونم که امروز شاید از ویگو شما در مثلا مونیپادرون میشاید، یعنی که در جایی که برگزار میگردد کنسرت با آمادگی میبینید. بله، برنامه ریزی های یک برنامه تفریحی 4-5 ساعته برای مردم که به نظر میاد 4-5 ساعت برنامه است، واقعا ساعت‌ها، روزها و هفته‌ها برنامه ریزیش، تمریناتی که انجام میشه، هر کسی که قسمتی از اون برنامه هست کارهای خودشو میکنه. ما در لس آنجلس و موزیسین‌های دیگر هم از ترکیه که من هایر میکنم، همه اینا تمرین‌های مختلف خودشونو داشتن. همه ما باز امروز اینجا تمرین خواهیم داشت با هم. قسمت موزیکی که به ما ربط داره یه چیزی حدود فکر کنم 60-70 ساعت تمرینات مختلف میشه که اون برنامه به حالت اون 1 ساعت 1 ساعت و نیم اجرایی که من دارم رو بتونم به نحو احسن انجام بدم. حالا اینو شما به همه اجراهای مختلف عزیزان دیگه هم انتقال بدید، میبینید ساعت‌ها، روزها و هفته‌ها زحمت کشیده میشه که یه فستیوال به این کالیبر بتونه مردم رو سرگرم کنه. منصور عزیز تشکر و در خط علاقه یکی از مخلصان شما هستن سعودی داشتم. خواهش می‌کنم. گوشک تلفنی رو گذاشت. متاسفانه درخت دوستان عزیز، لحظه‌ای که زنگ می‌زنید حتما اینجا باشد با وایبر چت ما بسیار از بین زیاد خبر اومده است دادن پیام با من نختارش صحبت بکنیم. سلام علیکم، روز بخیر. خب خود رو معرفی میکردید نمی شما. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی از تماستون. یه مقدار صداتون فکر میکنم مشکل شنیدن. بله، کمی نقصان تکنیکی است. سلامی خود رو برساندند. منصور جعفری هنرمندی که با سرودهایشان میلیون ها به وای رسیدند، دویم جوان نظر رسند، دویم عاشق مردم و عاشق صحنه میباشند، تلاش به سرودهای نو به نو دارند. در دوشنبه 29 دقیقه است و صحبت رو با هنرمندی مشرق زمین منصور عزیز ادامه میدیم. خب سال 1999 در یکی از فیلم مؤلفی نقش اساسی رو آفریده اید که نام گرفته است امریکا's بیوتیفول، اگر که خطا نکرده باشم. این فیلم به همگان خیلی هم پسند آمد و میدونم که در وقت نواربرداری این فیلم شما آلبوم نوبتی خود رو روی کار آورده بودید و شما چی بیشتر پسند است، سرودسرایی و یا اینکه در عالم سینما باشید؟ خیلی تجربه خوبیه سینما. تو موزیک آزادتر هست آدم برای اینکه دست تو قسمت ویدیو و این چیزا خیلی راحت‌تر و یه اصول سینمایی کمتر رعایت میشه، بیشتر حالت شات‌های زیبایی‌تر ممکنه باشه یا یک داستان‌های کوتاهی که یه حسی رو برسونه. ولی تو کار سینمایی یه تداوم خیلی جدی وجود داره و یه دیسیپلینی توش هستش که باعث میشه یه خورده دقت عمل بیشتر و یه رشد خاص بیشتری هم توش پیدا میکنه آدم. من چون تو کار موزیک بودم، توی کار سینمایی خیلی تونستم یاد بگیرم که چطوری ممکنه توی کارهای ویدیوییم بتونم حوصله بیشتری به خرج بدم. تجربه بسیار خوبی بود. یک دوستی خوبی با کارگردانش به وجود اومد. بعد از این ازش خیلی یاد گرفتم. بابک شکریان یکی از دوستام هست الان که خیلی هم با استعداد و خیلی هم خوبه در کارهای سینمایی و
دوستان دیگه مثل آقای هوشنگ توزی و چند تا هنرپیشه‌های دیگه خوب ایرانی هم اون زمان من باهاشون آشنا شدم و تو این پروژه با هم کار کردیم. تجربه عالی بود، ولی خیلی هم میتونم بگم اگر اتفاق بیفته دوباره برام خیلی جالب و جذابه که بتونم همچین کاری رو دوباره انجام بدم، ولی فوکس بیشترم رو موزیک هستش. بیشتر منظرت میخوام گلاندون گپات رو بودن بیشتر اگر که با شما پیشکش میکردن، یعنی که نقش آفریدن در فیلم و کدام نقش رو شما خودتون بود یک صمیمیت میآفریدید، یعنی که با شما پیسنده؟ ببین دوست دارم، خیلی خیلی جالبه به خاطر اینکه فکرهای مختلفی دارم. هم فکرهای میتونه یه داستان عاشقانه میتونه خیلی جالب برام باشه، یا یه داستان یک درد اجتماعی، یک مشکل هجرت میتونه خیلی جالب باشه. برای بستگی داره. خیلی دیگه این روزها با تعداد کانسپت های مختلفی که ویدیو و نمیدونم فیلم سینمایی تولید میشه، مثلا نتفلیکس، هولو، تمام این برندهای دیگه هم اومدن که همه دارن تولیدهای جدید میکنن. یک نوآوری بسیار با سرعتی داره اتفاق میفته تو دنیا که اصلا هضمش بسیار سخته. شما اینو بعضی من میپرسی، منم دوست دارم خیلی زاویه‌های مختلف از خودم بتونم به نمایش بگذارم. به احتمال زیاد سعی میکنم اگر داستانی دوست داشته باشم برای کار سینمایی انجام بدم، داستانش ربط بیشتر به زندگی خودم به عنوان یک شخصی که هجرت کرده در دوران کودکی و یا نوجوانی رفته به یک کشور غربی، چالش هایی که با اون تفاوت فرهنگ ها هست، یه همچین چیزایی میتونه داستان خوبی از زندگی من باشه و مطمئنا میلیون ها نفر با این هجرت تجربه دارن و ممکنه به اونا یک یادآور خوبی باشه و حس خوبی رو بگیرن. و البته که هر یک فیلم با خود ساوندترک دارد و شما در کدام یکی از فیلم ها ترانه سرود خود رو بخشیده بودید همچون که ساوندترک؟ ساوندترک های یه سری فیلم های ایرانی درست شده بود زمانهای مثلا همون موقعی که آلبوم فقط به خاطر تو و آلبوم زندگی و آلبوم دیوونه که اون موقع من ریلیز کرده بودم، یک فصلی بود که از فیلم های ایرانی توی ایران ساخته میشد. یه مقداری از اون آهنگ ها رو استفاده کرده بودن اونجا، بیشتر یه حالت فکر میکنم خیلی ارگانیک بدون اجازه و یه چیزی بود که اون زمان ترند شده بود و انجام میدادن، ولی اصولا من کار زیادی برای کار سینمایی نخوندم. همون اتفاقی اونا استفاده کردن تو فیلماشون که تبدیل شده به یک ساوندترکی که تو فیلم ایرانی بوده که ساخته ایران. ولی من به اون هدف یک بار فقط یادمه برای تلویزیون جم یه دونه آهنگی من اجرا کردم برای قسمت کردیتاشون بود که یک سریال ترکی بودش که به فارسی ترجمه کرده بودن. من در انتهاش از من خواستن که یه آهنگی رو براشون اجرا کنم. عموما لحظه‌ای که میگوید که در ایران فرض کردیم و دیگر فیلم‌ها در سینمایی که استفاده برده بودن موسیقی ترانه‌های شما رو، عموما حقوقی مؤلفی داشتن یا اینکه شما پرسون شدن یا اینکه نه دیگه، به خاطر اینکه قضیه کاپی رایت و اجازه و این چیزا زیاد توی فرهنگ ما وجود نداره و یه مقداری کاپی رایت رگولیشن و قانونی در ایران اصلا پابرجا نیست که بخوان اون اجازه رو بگیرن و از جهتی هم تولید کننده میگه به نفع آرتیست هم هست، آهنگش داره شهرت بیشتری پیدا میکنه. دو طرفین در این بازار میبرن، ولی نه بدون اجازه بوده، ولی در انتها نیت خوبی داشتن که با شما پیسند دادین. آره ما همین رو رخصت دادیم. ما اصلا همین رو پرسیدیم. ما داریم. زنده باشید. عبود باشید منصور جان. و یک سوال داشتم بیرون از سوال ها همین طرح هم می شود. در خارج کشور ایالات متحده آمریکا با هنرمندان تاجیکی ما همکاری دارید؟ با اونها با میخورید؟ هم صحبت هستید؟ اتفاقا دو تا از عزیزان هنرمند خیلی محترم تاجیکی رو که من باشون دوست شدم قبلا، با صدرالدین عزیز هستش و خانم شبنم ثریا رو من دفعه قبل که اومدم توی برنامه نوروزی که ضبط می‌کردیم ایشون هم بودن و با هم آشنا شدیم. خیلی عزیزان محترمی هستن. من آهنگای مختلف تاجیکی هم میشنوم توی اینستاگرام و اینا که اتفاقی آهنگای خیلی خوب تاجیکی میشنوم و خیلی آرتیستای خوبی هم هستن که من هنوز باهاشون آشنا نشدم، ولی همین این دوست عزیز من قبلا باشون آشنا شدم. تشکر منصور جان. با غیر از کسب هنرتون باز یگان شغلی دوست داشته و یا اینکه با کارهای تجارتی مشغول هستید در زندگیتون؟
بله، من به خاطر اینکه خودم همیشه از دوران نوجوانی علاقه به کارهای بیزنسی هم بودم و الان هم خانومم و 3 بچه داریم با هم. به خاطر همین یه خورده برای آینده بچه‌ها بیشتر میدویم، سعی میکنیم در کنار من کار موزیک خودم یه خورده هم کارهای جانبی هم انجام بدیم که آینده دقیق تری رو بتونیم برای بچه‌هامون به وجود بیاریم. در اینجا باشد سوال‌ها در خط زیاد هستند. بیاییم لحظه باشد لندن یک بار دیگر وایبر رو ببینیم تا اینکه پیام‌ها هم نیست آمده رسید. اصلا سوال رو مرحمت آمده کنیم سوال رو اساس. بغیر از کارهای ایجادی در آمریکا باز با کدام کاری مشغول هستید؟ شاید که یک باز استودیوی وکالی داشته باشید. یعنی نمیدونم خوبی مخصوص که انسان خود دارد یا اینکه با ورزش مشغول میشه زیاد. درسته. یه مقداری به چی میگن تغذیه‌مو تغییر دادم اخیراً، گلوتن فری شدم، یعنی نون و پاستا نمیخورم به جاش، ولی برنج و سیب زمینی رو توی دایتم نگه داشتم. دیدید کربوهیدرات رو بعضی وقتا به طور کل هضم میکنن، ولی من 2 تاشو حذف کردم به خاطر اینکه اونا گلوتن دارن و یه خورده برای من راحت‌تر کار میکنه و کمکم کرده یکی 2-3 کیلویی هم کم کردم. از همه جهت خوب جواب داره. ماهی رو حتی استعمال نمیکنید؟ ماهی چرا؟ نه آره، ماهی و چیکن و اینا نه، بیشتر از لحاظ لبنیات رو کات کردم، نمیخورم لبنیات مثل ماست و دوغ و این چیزا. لبنیات و نون و پاستا رو کم کردم. درینک هم نمیخورم، میگه آبجو و این مشروبات الکلی هم نمیخورم. پسر خوبی شدم الان، خیلی سالمتر شدم. دوستانی عزیز شنوندگان گرامی، این یک توصیه خوب از سرآینده خوش‌آواز منصور بهری هر یکی شما است. این یک مصلحت خوب بود و این لازم باشد یک سوال دیگر دادنی بدم به شما. در سرود بیشتر به شما چی مهم است؟ آهنگ یا اینکه متن؟ ببینید بستگی داره. اگر دنس میوزیک اجرا بکنیم که مثلا باید مردم باهاش برقصن و هیجان داشته باشن، اون کاملا بیشتر مطیع قسمت موزیک و حتی ترانه‌ای هم که خونده میشه یه مقداری فضاش باید خیلی تکرارهای خوبی داشته باشه که بتونه اون فضای رقص رو بیشتر برای شما به وجود بیاره. اگر یه آهنگ احساسی و عاشقانه یا اجتماعی یا هر تمی که میخواد دیگر از اون دنس میوزیک باشه، ترانه رول لیدینگ رو بیشتر بازی میکنه برای من. برای همین بستگی داره چه سبک موزیکی رو من بخوام ارائه بدم. تا اونجایی که ما میدونیم در ایالات متحده آمریکا فونوگرام رو عموما منع کردن. موقع شما نسبت به این مسئله چگونه است؟ یعنی درست است که بعضی از سرایندگان فونوگرام رو دوست میدارند؟ من با فونوگرام آشنایی ندارم. مثلا زنده میسره دوی ما؟ یعنی که شما زیدی فونوگرام هستید؟ نمیدونم اصلا فونوگرام. نگه فونوگرام یعنی که ثبته که زنده نیست. که با مثلا اون موندند و صدا میزد. از این عبارت که نمیدونند شما زنده میسره. بله تنها یعنی لیپسینگ میکنن. بله ثبت میکنن بعداً طریقی یعنی که کامپیوتر فعال میگردونن تو اینکه صدا جد و در اونجا گوشد و صدای زنده نیست. من با زبان انگلیسی سو هستم. بار دیگر تکرار میکردید لیپسینگ؟ No, we don't lip sync. We perform live. لایف فهمو لازم باشد سیدر در با زبان انگلیسی و من گلندم که سو هست منی لازم معلومات پیدا کردن در حقیقت که منصور دوست نمیدونم فونوگرام و تنها زنده سراییدن است. این برای منصور مهم است. رادیوی ازیا پلوس رو گوش کرده ای صدای تو با همه شما درود و پیغام میگیم ایزانیدی که روزتون بخیر باشه. و یادداشت شدم به مورد است که یکی از سرانده خوش‌آواز دنیوی سرایندگی در اینجا حضور دارند. بیانید خوش‌آواز منصور حضور دارند و ما صحبت رو ادامه میدیم. اینک منصور از مهربان یکی از شنوندگان طریق وایبر چت درخواست کردن که ترانه که نام دارد یادت دارم دوست دارم رو زنده زمزمه میکردید. به ریکوست قرارمون یادت نره. یادت نره دوست دارم، خیلی دلم تنگ برات، دار و ندارم و بگیر، مال خودت مال چشات،
خورشید و بردار و بیا، آفتابی شو به خاطرم، قرارمون یادت نره، دیر نکنی منتظرم، قرارمون یادت نره، دوست دارم یادت نره. بنیاد خوب، تشکر زیاد میگم. صدایتان خسته نباشد منصور جان. منصوری عزیز، شما سرنده مشهور جهانید، این رو همگان میدونیم از هور تا کلون. امروز که به این زینه رسیدید، آیا میتونید بگویید که کی خود رو ستاره حس کردید؟ خواهش میکنم. اول که والا شما انقدر سخاوتمند هستید در کلماتی که استفاده میکنید، انقدر تعریف میکنید، خجالت زدن میکنید. در مرحله اول سپاسگزارم از شما و امیدوارم خسته کننده نشه برای شنوندگان اینقدر تعریف زیادی. شما ارزنده این کلمه هستید. در سوالم فراموش کردم. سوالتون این وسط که اومدم از خجالت خودم بگم سوال یادم رفت. خب شما در موضوع اونه که پرسیدم که در شما سرنده همچون که مشهور هستید، امروز که به این زینه رسیدید، آیا میتونید بگید که شما ستاره هستید؟ آی خدا رحم خدا رحم کنه. باز تعریف والا من خوششانسم، خودم رو خوششانس میدونم که مورد حمایت عزیزان قرار میگیرم و کاری که دوست دارم رو انجام میدم. خوشحالم که ریسکایی که کردم، آهنگایی که انتخاب کردم، گرچه ممکنه بعضی‌هاش مورد پسند نبوده ولی خیلی هاشم مورد پسند مردم قرار گرفته. اینا رو همه رو جزو خوششانسی خودم میدونم و منم آدمی هستم که سخت کوشش میکنم، پشت کار دارم و کاری که دوستم. آدم وقتی هم کاری که دوست داره انجام میده حس نمیکنه داره کار میکنه. برای همین این خوششانسی رو برای خودم حس میکنم که به کاری که عشق دارم و علاقه دارم خدا به من این استعدادم داده که بتونم مورد حمایت مردم قرار بگیرم و در خدمتتون باشم. مردی خدا داده است. در حقیقت یک چیز رو گفتم و موارد است. این غذا باشد ما شما رو شنیدیم، لیک ما از دیروز باز علاقه در سامانه ما از اجتماعی که فیسبوک و اینستاگرام و دیگر صفحه‌ای که مشهور و محبوب است در تاجیکستان من میبینم چگونه مینویسند مردم با عکس‌گذاری با شما میکنن. میگن که زیاد از این نفران باشد یک چیز رو تکرار میکنن که به من شخصا بنیاد پیسند و میگن که غیر از صدای فورم که منصور دارم باز نفری خاکسار هستن. زنده باشی. و این در حقیقت برای نه هر ستاره است سرنده که محبوب و مشهور است این خاکساری را داشتن و در حقیقت گفتم ممکن است که نفر خاکسار منصور. از دیروز باز زنده باشید. من خجالت زده محبتاشون هستم و دوباره خدا رو شکر میکنم که در خدمتتون هستم. باز مردم میدونید چی رو ایلوه کردن از دیروز تا امروز میگن که من با منصور عکس برداری میکنم، من با منصور هستم، من با یک چالنجی محسوس رفته ایستاده. چالنج رفته ایستاده. در صحیفه دیروز با یک تیم بسیار بسیار حرفه‌ای و خوب با یک تیم بسیار حرفه‌ای و خوب از ژورنالیست‌های محترم که دوست داشتن راجع به برنامه فستیوالی که 17 و 18 در خدمت عزیزان در دوشنبه خواهیم بود رفتیم و یک حالت پرس کانفرنس در یک پارک بسیار با صفایی نشستیم و یه جمع خیلی صمیمانه دور هم جمع شدیم و سوالای این عزیزان رو من نسبت به هم برنامه‌ای که در پیش هست، هم راجع به آلبوم جدیدم خیلی صحبت‌های خوشی داشتیم با هم و یه اتوبوس 2 طبقه خیلی قشنگ تمام تبلیغات زیبای فستیوال هم روش بود و خیلی یک حالت انگار یک تور پرس ریلیسی بود که با همه دوستان خیلی قشنگ، تجربه خیلی خوب بود. چند تا از تالارهای خیلی زیبای اینجا رو با چند تا از عزیزان تونستم برم ببینم، عکسای خیلی خوبی گرفتیم. حتما تو اینستاگرام خواهم گذاشت که تجربیات خوبمون از تصویرهای بسیار زیبایی که از دوشنبه داریم میگیریم و حتما با عزیزان شیر خواهم کرد. تشکر زیاد منصور عزیز. منصور میگفتید یک چیز رو، این سیر از بین هم دیگر کسی نفهمد این رو، در بین مردم دویمو هستید، لحظه‌ای میشوند که خود شخصا میروید با بزرگ و مغازه‌ها خرید میکنید؟ چرا که نه، حتما از خیلی هم دوست دارم. حالا انشالله سعی میکنم
یکی دو جا توی بازار محلی رو حتما برم با بیزنسمن ها سر بزنیم یه خریدی هم بکنیم. بله آقای منصور، من یک چیز رو گفتم پیشکی گفتنی هستم که اگر که شما خرید کردنی باشد یک 6 ساعت پیشکی بر اومدن شما گذارید، زیرا که شما رو دوست می‌دارند و برای خرید وقت پیدا نمیکنه، تنها عکس برداری و وسایل دستگذاری میشه. با نظرم زیادی از مخلصان نمیشناسن، حتی باوریشون نمیکنن. شاید منصور باشد و اینکه دگونه که منصور باشد. ما بدتری خجالت زدم میکنیم. ممنونم، زنده باشید. منصور مهربان، ما درباره شما همچون یک مرد هنرمند یعنی که معلوماتی کافی رو از شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده میتونیم و میدونیم. حالا میخواستیم درباره حیات شخصی خود با ما کمی معلومات میدادیم. برخی از سراینده ها لحظه که با کارهای ایجادیاتی شبانه کار میکنن، فعالیت میبرند، روزانه تا ساعت تقریبا 12 یکی روز خواب میروند. در حیات شما چی طور هست؟ شما صبح ساعت چند از خواب بیدار میشوید؟ نهاری دوست داشته شما؟ یک مقداری اون فرهنگ هم داره تغییر میکنه، من فکر میکنم. البته با ارائه جدیدی که هست و نوع کارها یه مقداری موزیسین ها و هنرمندان جدیدتر و نوپاتری که من دارم میبینم، جوانترها که میان خیلی دقیقتر و اون شب زنده داری های زیادتر از حد به نظرم اونقدر وجود نداره مثل قدیما. ولی موافق هستم که یک تعادلی رو باید بین زندگی خانوادگی و زندگی کاری و شغلی باید حتما رعایت کرد و منم این کارو میکنم، چون 3 تا بچه من دارم که 2 تا پسر 2 قلو هستن که 8 سالشونه، جونا و ایلایجا. دخترم هم دنیلا 7 سالشه و خانمم هم سوگل. برای همین صبح اونا باید برن مدرسه، منم باید یکم پارتیسیپیت کنم در به قول معروف وقتی تو مسافرت نیستم خونه هم باید اونا رو هم در راه اندازی مدرسه دوست دارم باهاشون تا میتونم وقت صرف بکنم، به خاطر اینکه وقتی تو سفرم دلتنگ میشم میرم اونجا دیگه، از صبح تا شب هر موقع هستن باهاشون وقت صرف میکنم و ضبط میکنم. وقتی لس آنجلس هستم بیشتر خیلی کارهای ضبطی ما انجام میدم، با پدوی پوریا جان میرم که با هم خیلی آهنگای بسیار زیادی ضبط میکنیم و خدمتت بگم در یه مقدارم ورزش بیشتر توجه دارم میکنن و همین زندگی خیلی نرمال معمولی با تعادلی رو سعی میکنیم حفظ کنیم من و سوگل خانم. در حقیقت در زندگی سراینده بنیاد شعور است، سراینده که با محبوب مشهور است، بنیاد شعور است وقتی معین هم برای اویله پیدا کردن، هم برای دوستان، هم برای ایجادیات، هم برای کنسرت. این به نظرم در 24 ساعت اینگونه سراینده خوش‌آوازی سنت به نظرم همگی 2-3 ساعت استراحتی باشد، شاید همین باشد. در اینجا باشد یک سوال اومده است که این سوال رو من باید این سوال رو عموما عادتا شنونده‌های رادیو آزیا پلس عموما مردم تاجیک زیاد می‌دونن. خوراک ملی که در تاجیکستان چشیده با شما پسند اومد کدام خوراک است؟ دیشب یکی از رستوران خیلی خوب توی برزاب بودیم که چه آش خوبی خوردیم، چه ماهی خوبی خوردیم، خدا رو واقعا بدون تعارف میگم امیزینگ بود. این آش تاجیکی میگم، درسته؟ که خیلی عالی بودش و من همیشه اتفاقا با آقا پوریا هم صحبتشو میکردیم، ایشون هم فن همین غذای سنتی تاجیک هستن، ولی غذاها اصولا همش خوشمزه است. اینجا همه دستپختشون فکر میکنم عالیه. چیزی که من توی خونه های مختلف با دوستام یا توی رستوران ها خوردم همیشه مزه ها عالی بوده، ولی فکر میکنم هایلایت غذا همون آش تاجیکی باشه. این لحظه باشد آشپزان ماهر تاجیکی ما فخر کردن از اون که با منصور عزیز پسند اومد خوراک‌های ملی ما. یک سری دیگر رو میکشویم باز هم بین هر دوی ما است منصور. میدونید زیادی از سراینده های تاجیک سرودی دوی ما شما رو زمزمه میکنن در مرکه ها و چوربینی ها. با خود میگفتم لحظه که روبرو میشم با منصور پرسان میشم سراینده ما رو جریمه نمیبنده؟ والا ممنونشونم و سپاسگزارم که آهنگای منو به گوش شنونده هایی میرسونن که بیشتر با اون ملودی ها و ترانه ها بتونن آشنا بشن. سپاسگزارشونم. ما بینیاد خوشبخت هستیم که امروز منصور در رادیو آزیا پلس بودند، در مهمونی ما بودند و خیر خوش هم میکنیم. تنها میگیم که نصیب کرده باشد باز با شما در ارتباط باید بود و تو سپاسگزارتون.